خب من اول این رو نصب کردم قبلا. خب یه بار هم برای شما توضیح میدم. خب همونطور که میدونین این برد USB to TTL مون چند تا پایه داره: 5 ولت گراند، RX، TX و 3 ولت. خب ما به صورت این مدار که به صورت فایل ضمیمه براتون فرستادم، ما این رو متصل میکنیم به اتمگا 328 مون. خب اینجا من نصب کردم. خب پین شماره 1 مون رو که ریست قضیه هست به وسیله یک پوش باتن وصل میکنیم به پایه گراندمون و همچنین از همین پایه، از پایه ریستمون، به وسیله یک مقاومت، حالا که هر مقاومت ما حالا 220 اوم گذاشتیم، حالا این تو این عکس نشون داده 10 کیلو اوم، این رو وصل میکنیم به پایه 5 ولتمون، به پایه 5 ولت وصل کردیم و خب پایه شماره 2 80 مگامونو که RX هست رو به پایه TX USB to TTL مون وصل میکنیم و پین شماره 3 که TX هست رو به RX TTL وصل میکنیم. خب الان این متصل شد و ما این رو میتونیم به کامپیوتر متصل کنیم. خب نرم افزار آردوینو رو باز میکنیم. خب حالا یه نمونه مثلا از توی اگزمپل بیسیک بیلینک رو حالا بخاطر اینکه تفاوتش هم احساس کنین این رو میکنیم 5000 میلی ثانیه. 5 ثانیه خاموش باشه، 1 ثانیه روشن، یا 3 ثانیه خاموش، 1 ثانیه روشن. چون اینو ما قبلا برنامه‌ریزی کردیم، همون بیلینک خالی ریختیم که 1 ثانیه روشن 1 ثانیه خاموشه. خب برای این کار فقط یه نکته مهمه، یه نکته رو باید در نظر بگیریم. موقع آپلود کردن برنامه روی میکرو از طریق USB to TTL شما باید این پینی که به مدار وصل کردیم و 3 ثانیه نگه دارین. حالا بسته به سیستمتونه ولی غالبا 3 ثانیه است. یعنی بشمونین 1001 1002 1003 رهاش کنین. پس چی شد؟ اول پوش باتنی که گذاشتین تو مدار رو نگه می‌داریم، من نگهش داشتم. خب بعد دکمه آپلود رو فشار میدین، بعد 3 ثانیه میشمرین، دستتون از روی پوش باتن برمی‌دارین به این صورت. ببین 1001 1002 1003. خب ارور داد. ما توی تولز باید بردمون رو یونو انتخاب کنیم، پورتمون که همون کامیه که این بهش وصل شده کاممون رو انتخاب کنیم، برای همین ارور داده و همین، و این هم آردوینو ISP باشه. خب دوباره ما دستمون رو روی پوش باتن نگه میداریم، دکمه آپلود رو میزنیم، 1001 1002 1003 دستمون رو برمیداریم و میبینیم که آپلود امیدواریم که انجام بشه. اگر نشد باید چند بار انجام بدیم. خب همین 3 ثانیه رو بشمارید تا ببینیم که آپلود میشه یا نه. این رو توجه بکنید که ما این USB TTL که ما خریداری کردیم، خب ارزون ترین، فکر میکنم ارزون ترین قطعه توی بازار با این کاربرد باشه و یه پین نداره، یعنی یه پین که مربوط به ریست میکرو اون رو نداره. ما مجبوریم خودمون دستی این کار رو انجام بدیم و براش یه دکمه طراحی کنیم. خب این مثل این که خیلی طول کشید و
بعید میدونم. خب این نشد یه بار دیگه جدا میکنیم و دوباره متصل میکنیم، دست رو میذاریم روی پوش باتن. 1001 1002 1003. بله دیدید الان آپلود شد و 1 ثانیه روشن 2 ثانیه خاموش. پس همین شمردن ثانیه ها خیلی مهمه تو این قضیه و باید حتما در نظر بگیرید. خب این از این قضیه. حالا هر برنامه‌ای که خواستید همین کار رو میتونید انجام بدین و آپلود بفرمایید. خیلی متشکرم.